همه مردم دنیا اخلاق و آداب از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ماهی ربیع الاول که میلادی با سعادتش است، حضرت مولای محمد جان قوقندی خدا رحمتش کنه که استادش هست بودن، خدا رحمتش کنه، زیارتش هم کرده بودیم، دیده بودیمش. حضرت عمری درازی طولانی دیدن، خیلی خدمت خوب هم کردن. یک بار در همین باب مولود یک قصه بسیار عجیب کرد. بعد از اینکه در 10 سالگیش علاقه حافظ کل قرآن شده بود و بخارا رفت، از بخارا چند علم خواند، از اونجا به افغانستان، از افغانستان به هندوستان، بعدا برگشت اومد. خیلی سال طولانی کرد. حضرت بعد گفت که در افغانستان، در سفر افغانستان یک جا مهمان شده، ماهی همین ربیع الاول بود. همین ماهی ربیع الاول بود، شاید که 100 سال پیش باشد. در مسجد مردم همینطور گردی هم جمع بودن، نماز خوندن، تمام کردن، همه در جای خود نشستن. علما میگن در صفت پیغمبر سخن کردن، از قرآن، از احادیث بهربار، از تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم، از حدیث های پیغمبر. هر یک علما سخن کردن، بیان کردن در همین میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعدا میگه وقتی که سخنگویی خیلی دوام یافت کردن، تمام کردن، میگن بعدا نوبت به فاریا شد که در وصف پیغمبر شعر و سرودن. یک نفر میگه بلخیص حضرت میگه من در آنجا نشستم نگه دارم. یک نفر قاری خیص میگه بعدا همگی 4 مصرع خوند. آنچنان محب رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست که میگه خیص 4 مصرع خوند، بلند نمیتونه میگه خوند: خطی سبز و لبی لعل رخی زیبا داری. ای محمد صلی الله علیه و سلم، خطی سبز، خطی سبز، خط گفته اصلا شاعرها ریشه در نظر دارن. میگه که جوانی نو خط بود، خط ریشه، خطی سبز و ریش سیاه، لبی لعل، لبهای سرخ، رخی زیبا داری. پیامبر آواز کرده. حسن یوسف، دمی عیسی، یدی بیضا داری. حسن یوسف که به مثل یوسف مصری 100,000 یوسف مصری را اگر جمع کنند به یک قطره حسن محمد صلی الله علیه و سلم برابر میشه. ولی صاحبای کتابای معراج نبوت بیان میکنند که از بحر حسن رسول الله صلی الله علیه و سلم که برآوردن، یک قطرش به یوسف مصری نصیب شده است. از بحر صبر محمد صلی الله علیه و سلم که برآوردنش، یک قطرش به حضرت ایوب نصیب شده است. هر کدامش وقتی که یوسف مصری را علیه السلام وقتی که زلیخا را خیلی گپ خبر زیاد شد، آوازه شد، البته شرمنده شد، و غلام خودش عاشق شده است و دیگر زنک شوهر داره. بعدا شوهرش دعوت کرد، گفت من گناه ندارم، بیا تمام زنهای مصر را دعوت میکنیم، خوب ببینیم کدام زن عاشقی نمیشود. در حسنی زنها را دعوت کردن، همه تونی را میدونید که حاجات برگفتن شد که در آمد گفت همه را جواب. این در قصه قرآنی است، خدا در قرآن بیان میکنه. هر کدامش یک ترنجی داد، کارچه را در دستشون داد، هر کدامش 30 کارچه داد. میگم بعد یوسف باوش خودش حسن داد، از اون طرف همه یک مجرد گذشتن قد نگاه کردن، در حسن همون محوشیدن و قطعن ایدیهن. خداوند میگه دستشون را قطع کردن، بریدن. میگه و قلنا حاشا لله، پروردگار هیچ حسن هیچ زیبایی است. وقتی که قصه را خوندن گفتن حضرت عایشه گفت که قسم به خدا اگر یوسف ما در جای یوسف مصری می اومد، اگر محمد صلی الله علیه و سلم در جای او می بود، زنهای مصر انگشتشون را کلته نمیکردن، بلکه به همون کارها دیله های خودشون را چاپ چاپ میزدن.
اگر در جای محمد صلی الله علیه و سلم ببین اگر که کاری میگم میره خوندیس از حسن یوسف دمی عیسی معجزه حضرت عیسی همی بود که محض میکشید عیسی مسیح کسلی صحت میشه حتی همین کوزه پشت مادرزاد هم محض میکشید دعا میکرد دوشتش قامتش راست میشه به یگان دارو تبابت به یگان چیز دیگر کسلی پوست میگن محض میکشید همون کسلی پوست ابرس میگن همش خوب میشید صحت میشید میگن معجزه حضرت عیسی بود حسن یوسف داری دمی عیسی را داری یدی بیضا معجزه موسی کلیم که وقتی که دست شده میگه جایبش میکرد که طرف مردم میگردان از همین کف دست یک روشنایی میبرومد که چشم مردم خیره میشید این معجزه حضرت موسی کلیمه انا ای پیامبر میگه تو همه میره داری خطی سبز و لبی لعل روخی زیبا داری حسن یوسف دمی عیسی یدی بیضا داری شیوه و شکل شمایل خیرد و عقل تمیز آن چی خوبون همه دارند تو تنها همه معجزه‌ای که یک تا یک تا دارند تو همه ایره داری آن چی خوبون همه دارند تو تنها آن چی خوبون همه دارند تو تنها داری میگه همی اخیرش تکرار کرد میگه همی تبرو غلطید عدد مولای محمد جو نقل دارد وقتی که غلطید میگه این طرفش گردوندن که علاقه جان و جان آفرین است در وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن و گفتنش جان از وجودش برآمد خبردار نشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب از محمد شد اکنون محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم